با هم تون آرایش کنیم بریم دیت. راستی بچه‌ها من دوباره موهامو با این کلی روبانا بستم. آخر ویدیو بازش میکنم، اگه خوب باشه آموزشش هم گرفتم براتون میذارم. بلافاصله بعد از اینکه کانسیلرمو فید کردم زیر چشممو خشک میکنم. حالا با استفاده از برانزرم یه کوچولو گونه‌هامو برجسته تر میکنم. و برای گرمتر نشون دادن صورتم یکم برای پیشونیم و یه کوچولو برای فکم استفاده میکنم. یه کوچولم از این رژگونه صورتی خوشگل. و باید به همه بفهمونم که کوررنگی رژگونه دارم. و در آخر از این هایلایتر فوق‌العاده فینتی برای گونه ها و بینیم استفاده میکنم. ابروهامونم مرتب میکنیم. سری پیش یادم رفته بود تو ویدیو ابروهامو مرتب کنم. بعد همه کامنت گذاشتن که وای ابروها چی؟ گفتم این بار یادم نره. من پشت پلکمو هیچی نمیزنم ولی تا دلت بخواد ریمل میزنم. برای لبامم از این مدل به فلورمار شماره 244 استفاده میکنم. بعد با دستم اونا رو فید میکنم. خب دیگه اینم از نتیجه کارمون. دوستتون دارم. بای بای.